سلام، به راحت بگو خوش اومدین. من امیدم. سلام، منم شاهینم. این اولین اپیزود از پادکستیه که داریم درست میکنیم به اسم راحت بگو. پادکستمون خیلی خودمونیه و گفتگو محوره. سعی میکنیم با هم صحبت کنیم. هر اپیزودمون موضوع داره، راجع به موضوعهای مختلف حرف میزنیم. سعی میکنیم موضوعمون کاربردی باشه و سرگرم کننده، یعنی هم واسه خودمون سرگرم کننده باشه، هم واسه کسایی که اپیزودامون رو میبینن گوش میدن. اپیزودامون هم داخل یوتیوب آپلود میکنیم فقط، حالا به خاطر یه سری دلیلی که خودمون داریم. آره، این که تصویرم داخلش هست خیلی راحت تره، بهتره، با مخاطب ارتباط بیشتری میتونی بگیری. آره، واسه خودمون هم راحت تره. و اگر ویدیومون رو دیدین دوست داشتین بفرستین واسه دوستاتون، لایک کنین، نظری دارین حتما واسه همون کامنت بذارین و سابسکرایب هم که یادتون نره. آره، اینم در نظر بگیرید که بار اولمون رو داریم کار رو انجام میدیم. 3 تا که چیدیم خودش خیلی دردسر داشته. آره واقعا. دو تا 1 ساعت خورده قبلا رکورد کردیم که قطعا اونا رو شما نمیبینید، به دلیل اینکه خیلی مکافات داشتیم سر رکورد صدا. آره، حالا شاید بعداً به صورت شورت ویدیو، حالا داخل یوتیوب یا مثلا تیکه هاشو داخل اینستاگرام بذاریم که هم خودمون تفاوت رو ببینیم از کجا شروع کردیم. حالا قاعدتا روز به روز سعی می‌کنیم همه چیز بهتر بشه دیگه. تو فضا مختلف سعی می‌کنیم ضبط بکنیم که هم یه سری جذابیت واسه بقیه داشته باشه، هم تنوع واسه خودمون. الان فعلا ذره محدودیت ها بود. آره. ولی کمپو از تو خونه شروع کردی چون اگه پریز معلوم نبود نمیگفتم داخل خونه، ولی لوازم کمپو چیدیم و یکم راجع به کمپ صحبت کنیم. اینم لیوانامونه. اصلا من الان پشیمونم که چرا این هست تو تصویر، چون قراره چای بخوریم. چایی داریم اما کولر خاموشه، واسه همین خیلی گرمه اینجا چای بخوریم. فعلا آره، چای نمیخوریم. آره، راجع به کمپ حرف زدیم. نظر راجع به کمپ چیه؟ ببین، بعضیا فکر میکنن که کمپ میری که توی هزینه‌ات صرفه‌جویی بشه. خب دیدگاهشون خیلی متفاوته، ولی واقعا از نظر هزینه‌ای بعضی وقتا کمپ ممکنه خیلی بیشتر از هتل بشه یا حتی حالا هاستل یا هر چیز دیگه‌ای. چرا؟ وسایلی که باید تهیه بکنی، به هر حال تو خورد و خوراک داری داخل کمپ دیگه. خب ولی ممکنه که به غذای هتل اکتفا بکنی اون لحظه یا بری بیرون یه غذا بخوری. دردسرای کمپ خیلی بیشتره نسبت به اون، ولی لذتش به مراتب خیلی بالاتر از هتل و اقامتگاه و هاستل. آره، اینکه آدم بتونه با طبیعت ارتباط برقرار بکنه خیلی خوبه. البته من یه روزی رفته بودیم بیرون شهر، داشتیم صحبت میکردیم، یا آقای اونجا بودن مسن‌سال، بحث کوهنوردی و طبیعت گردی اینا شد. بعد من گفتم که کفش خیلی مهمه. 100% کفش. بعد ایشون گفتن که ما زمان قدیم امکانات خیلی کم بود، وضع مالی اصلا خوب نبود و ما با همون پوتینای سربازیمون یا هر چیزی که آره هر چیزی که داشتیم میرفتیم. ولی مضمون حرفشون این بود که سخت نگیرین. اصلا یه بخشی از طبیعت اینه که آدم به اصطلاح از اون منطقه امن خودش بیاد بیرون 100% و کارهایی تجربه کنه که حالا تو روتین زندگیش نمیکنه. به نظر منم آدم انعطاف خرج بده ولی جذابتره، شاید هم بشه تا یه حدی هزینه ها رو مدیریت کرد. آره، اون که یه بار میری وسایلتو میخری، حتی میتونی اجاره بکنی وسایلی که نیاز داری به صورت روزانه. ولی ببین خیلی ها نسبت به اینکه میخوان دستشویی بکنن یا حالا سرویس آره دیگه حساسن، خیلی سخته. حساسن، ولی داخل یه طبیعت بکری هستی، لوازم واسه یه حالا سرویس بهداشتی توی لوازم مجموعه کمپینگ هست، هم برای شستشو هم چیزای دیگه، هم برای خانوم ها. الان به نظرم دردسرای قدیمو ندارن خیلی. که امکانات خب خیلی بیشتر شده. آره، ولی خب همچنان گارد دارن. یکی از گارداشون هم ترس از اون محیطی که داخلش اصلا امنیت بگردی. خب منطقیه. ولی شما جایی میتونی مشخص بکنید که قبلا رفتی اونجا، آشناییت داری یا تجربیات کسای دیگر رو بررسی کردی، میتونی بری اونجا و از طبیعت اونجا لذت ببری. حتی ممکنه طبیعت نباشه، صرفا کویر باشه.
کبیرم خودش طبیعته. جزء طبیعت حساب میشه آره. دیگه. یه چایی بخوریم؟ میتونیم چای بخوریم. آره چای برامون بریز تا از ASMR گرمای ش بیشتر بکنیم. لذت ببریم و میفته بخارا اینا داخل ویدیو. خواهی ASMR ش بکنم؟ نه میتونی بکنی، بعدم نیست. خیلی احمقانه بود این طرز فکر که من داشتم، ولی خب جذابه دیگه. یلاسم تو میکروفون حرف زد. بحث طبیعت شد. الان این ویدیو رو ما داریم ضبط میکنیم آخر هفته است و چند روز تعطیله. آره 14 خردادیم الان و خیلی شمالم، تو جاده شمالم، هنوز شمال نرسیدم. آره ترافیک سنگینیه. آره. تو برنامه نداری؟ من نه، چون سال پیش برنامه داشتم پشیمون شدم. از ترافیک؟ آره توی جاده شمال تقریبا 17-18 ساعت موندم. حالا شما جاده آدم هراس. میتونه نره. آره ولی خب برنامه خاصی هم ندارم. به نظر من خوبه آدم، یعنی من خودم داشتم یه سری ویدیو و پادکست حالا هم میدیدم هم گوش میکردم، گفتن که داخل ایران، یعنی ایرانی مقیم اون طرف بودن، گفتن داخل ایران آدما خیلی کم برنامه ریزی میکنن برای تفریح و سفرشون ولی اونجا حتما مثلا یه نفر میاد تحت از سر کار مرخصی میگیره، میگه من 6 ماه دیگه برنامه سفرمه، یعنی برنامه ریزی کرده، پلنشو چیده و خیلی به این موضوع اهمیت میدن، براشون مهمه. به نظر منم خب رو روحیه آدم خیلی تاثیر گذاره. قطعا، ولی نسل قدیم که الان دارن زندگی میکنن فکر نمی کنم که خیلی اهل برنامه‌ریزی واسه سفر رفتن، تفریح کردن باشن. از سر کار که میان خستن، همین روزمرگی رو بیشتر میپسندن. ولی نسل الان نه، بیشتر دیدم که به اینکه روزمرگی ها میپسندن زیاد نه، من نظر متفاوته. به نظرم آدم میفته تو روزمرگیه. آره یعنی قطعا میفته توی عادت روزمرگی. میکنی و آخه روزمرگی یه بحثی داره. حالا من روانشناس نیستم ولی خب علاقه دارم به این مسائل. روانشناسی کاربردی، چیزی که بتونه تو زندگی روزمره‌مون کمک کننده باشه. روزمرگی رو به این معمولا ترجمه میکنن که اگر کسی دچار روزمرگی بشه دچار مرگ احساسات شده، یعنی اون امیده، اون اشتیاقه، اون تنوعی که تو زندگی میتونه به خرج بده، اینا داخلش از بین میره. آره درست. و بیشترش سر روزمرگی اتفاق میفته و دلیل اینکه روزمرگی هم پیش میاد اینه که ما حواسمون به ارزش‌ها و اون چارچوب‌های شخصی خودمون، چارچوبی که خودمون برای خودمون می‌ذاریم، حالا نه کسی واسه ما می‌ذاره یا جامعه می‌ذاره، حواسمون به اونا نیست، یادمون میره یا اصلا نداریم هیچ ارزشی، هیچ چارچوبی. چه حالا ارزش راجع به ارتباطاتمونه، راجع به رسیدگی به خودمونه، مراقبت کردن از خودمونه، از ذهنمون، روح و روانمون، بدنمون، حالا هر چیز دیگه، هر چیزی تو شخصی کاملا. و به نظر من چون کمک کننده است ما باید نگاهمون به اون سمت باشه، بهش بپردازیم، بهش برسیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم. من خودم الان خیلی سعی میکنم برنامه‌ریزی داشته باشم. حالا این کاری که واقعا داریم انجام میدیم تنوع حساب میشه، دقیقاً. اما چون خیلی سختم، معمولا تعطیلی هامون بیشتر تعطیلی تفریحیه و شادگونه به اصطلاح، خوبه که آدم خودش برنامه‌ریزی داشته باشه. یه چیزی بگم نسبت به این موضوع، خیلی آخر هفته کنار هم هستن اکثر آدم، ولی اونجوری که باید و شاید کاری که باید انجام بدن و انجام نمیدن. حالا شاید خودمونم، خود من حداقل، جوری که آخر هفته و دور همیم و یه موزیکی پلی میکنیم، با هم گپ و گفت میکنیم، یه بازی میکنیم، هنوز در چارچوب اون خونه ایم. آره نمیزنیم از این خونه بیرون. من با این خیلی مشکل دارم. آره من خودم یه موقعی از خونه میزنم بیرون فقط خاطر اینکه، یعنی مثلا زنگ میزنم به کسی یا مثلا هر کسی که بود، یکی مثلا میخوایم توی مکانی دور هم جمع شیم، میگم من اصلا از مکان نمیخوام برم توی مکان دیگه، واقعا دقیقاً مکانه داره برام اذیت کننده میشه. آره. یعنی میخوام بزنم بیرون. اصلا خیلی اهل این نیستن.
دوست دارن توی محیط حالا خونه سربست به خاطر هم واسه امنیت هست دیگه. آره ولی تو حالا توی هر شهری که باشی یه سری مراکز تفریحی، نمیگم خیلی زیاده ولی حداقل ها هست. یه کوه میتونی بری، نمیتونم. تفریح و تفریح هم فرق می‌کنه. آره یه سری دوست دارن توی مکانی باشن که اون امنیتشون به قولی به نسبت کاری که میخوان انجام بدن، ولی تفریح ورزشی به نظر من خیلی خوبه. یعنی آره توی ایران تفریح شده غذا خوردن نسبتا. آره چون منطقی هم هست، چیزی جز این نیست نسبت به کشورهای دیگه، ولی خب شاید چون در دسترس ترینه. در دسترس ما خیلی ترینه، همون آسون بلد ترینه. نیستیم چجوری تفریح کنیم. ببین که میگیم در دسترس نیست، یه موقعی من به این نگاه میکنم که هست، یه موقعی حوصله‌اش نیست، چون باید مثلا یه مسافتی رو بریم، یه مسیری رو بریم، یا یه چیزی باید آماده بکنیم، زحمت داره، یا واقعا بلدش نیستیم. جزء هر برنامه‌ریزی هست دیگه. آره ما خودمون مثلا تو شهری که زندگی میکنیم، من خودم خیلی از جاهاشو نرفتم ببینم. منم همینطور. یا مثلا اگر میریم شهر دیگه مسافرت، سری سرچ میکنیم مثلا نمیدونم کافه خوب، رستوران خوب، مکان دیدنی کجا، کی چی گفته، کامنت چی گذاشته، ریویو ها چیه. ولی تو شهر خودمون نه، اصلا از این کارا نمی‌کنیم. نه نیست واقعا. من خودم مثلا جابجایی خونه که داشتم رفتم توی منطقه دیگه ای، قبلش خیلی جوگیر بودم، گفتم دیگه منطقه داره عوض میشه، قاعدتا من جای تفریحی اینو هر دفعه میرم و اصلا یادم رفت. یعنی همین الان که داریم راجعش صحبت میکنی، یادت اومده. آره تازه یادم اومد که میشه این کارو کرد. و ما همین الانش معمولا جایی که رفتم اطراف خونه بوده واسه خرید و اینا، مگه اینکه کار داشته باشن یعنی به اجبار، ولی مستقلانه و خودسر نه. واقعا آدم باید به نظرم این موضوع رسیدگی بکنه. یه چیزی من مشکل دارم با کسایی که حالا نه با همشون، کلی میگم، با کسایی که تا حالا بیرون رفتم، یه جای جدیدی میریم، حالا تاریخی ممکنه بوده باشه، طبیعت جنگل بوده باشه یا غیره، اولین کاری که میکنم نرسیده میخوان که ازشون عکس بگیری تو محیط. بس برسیم از محیط لذت. من ندیدم تا حالا نور میره بره تو از اون محیط لذت ببر. نمیدونم، نمیپسندم این کارا. من خودم دوست دارم از اون محیط لذت ببرم، بعد درگیر عکس گرفتن از یه سری آدم دیگه بشم، در صورتی که میتونی صندلیتو بذاری بالا سرتو نگاه بکنی، دور تا دورتو نگاه بکنی، خودت آره لذت به ببری. نظرم اگر عکس و فیلم میخوایم بگیرین خودتون بگیرین، یا لوازمی داشته باشین که بتونی پای دوربینی، پای گوشی، چیزی. این هر کسی مدل، من نمیگم عکس گرفتن بده، نه عکس گرفتن خیلی خوبه، آره ولی هر کسی مدل تفریح و لذت بردن خودشه اصلا داره. همون لحظه که رسیدی عکستو بگیر، اوکیه، ولی بعدش بیا بشین، عجله واسه آره رفتن نداشته باش. من خودم بوده که مثلا کنسرت رفتیم، یه نفر کامل کل کنسرت رو دوربینش دستش بوده و اصلا کنسرت حتی دوربینش داشته میدیده، از تو گوشیش داشته آره میدیده که داره دیدم فیلم میگیره. من سوالم اینه که تو رکورد کردی، بعدش واقعا بشینی اونو ببینی چه لذتی برات داره؟ بیشتر این کارو میکنن که نشونه بقیه اصلا کار ندارم، من نمیگم بده یا خوبه، بیشتر این کارو میکنن نشونه بقیه بدن، حالا یا واسه بحث تولید محتوا هر چیز. اما من محتوا بکنی یه تیکه بگیر تمام شد. آره من خودم اینجوریم که دوست دارم یه مکانی که رفتم حالا دارم انرژی میذارم همونم به صورت زنده ببینم، نخوام از تو صفحه گوشی ببینم، چون صفحه گوشی خب تو خونه میشستم میدیدم دیگه تمام شد. آره اما خب واقعا میگم حالا هر کسی سلیقش متفاوته. من خودم بوده که مثلا یه جایی که احساس کردم جذابه، آره یه تیکه فیلم گرفتم گذاشتم. آره اون خیلی منطقیه، منم عکس میگیرم، ممکنه کسی از من عکس بگیره ولی یکی دوتا. آره طبیعتم همینجا، من خودم بیشتر دوست دارم از فضا لذت ببرم و مکانی که اومدم. حتی یه موقعی من خودم طبیعت مثلا ساکت میشم، چون حالت عادی صحبت میکنی ولی میری طبیعت، مثلا من خودم دوست دارم اون صدایی که از طبیعت میاد رو بشنوم. صدای پرنده ها هست، صدای بقیه حیوان هست. چرا موزیک میذارن توی طبیعت؟ خیلی مشکل دارم. چه داخل جنگل بوده رفتم، جنوب بوده رفتم، چشم خلیج فارس، نمیدونم تا حالا رفتی یا نه، یه قسمت
داخل یه صخره است. از بیرون که نگاه می‌کنی شبیه چشمه، یعنی از بیرون سمت دریا. خب رفتن داخل اونجا، ببین تا اینجا واقعا مست بودن و موزیک داخل اونجا گذاشتن، صدا اکو میشد. حالا شاید یکی دیگه دلش بخواد از اون محیط لذت ببره. این مکان عمومیه، مکان تو نیست که. آره یه سری هم خب با موزیک لذت میبرن، ولی خب نباید. بحث فرهنگ اینه که کسی رو نخوای اذیت بکنی واقعا. حالا خواسته یا ناخواسته داری اذیت میکنی دیگه. آره دیگه، مثل قضیه همین هست که یه جاهایی تابلو زدن آقا بوق نزنید، یا صدا موزیک بلنده مثلا میگن اخطار میدن یا هر چیزی. مثلا خدامون هم بوده، خب تو خونه تولدی داشتیم دور همی بوده، مثلا رفتیم به همسایه گفتیم که مثلا ما این ساعت موزیک داریم و اینا، گفتیم اطلاع آزاردهنده ممکنه باشه. آره حالا ممکنه یه مشکلی اصلا وجود داشته باشه اونجا، یه نفر اونجا باشه که نمیتونه تحمل کنه. به نظر میاد خیلی فرهنگی آدم باید رعایت کنه. خیلی چیزا من فکر میکنم که اگر تو حالا این قضیه خیلی جا گفته شده، ولی خب ما هم بهش میپردازیم دیگه. اگر تو مدرسه زندگی کردن به ما یاد میدادن خیلی کاربردی تر بود تا یه سری از مسائلی که الان اصلا یادمون نمیاد، به هیچ دردمون هم نخورده تو هیچ مقطعی و به هیچ دردمون هم نخواهد خورد. حالا من مطمئنم اگر شاید یه سریاشو ما گوش میکردیم شاید کاربردی میشد، ولی مطمئنم خب هیچ کاربرد و هیچ جذابیتی نداشته که ما هم گوش نکردیم و یادمون نمیاد، یا حداقل درست منتقل نکردن اگر جذابیتی هم داشته. آره یکی از دلایل، یکی از مثلا چیزایی که میشد واقعا بهش بپردازن هم واسه فرهنگ یه کاری ها انجام دادن، یا اگر نمیدونم کاری میخواید بکنی چجوری انجامش بدی، چه چیزایی جز واجباته، چه چیزایی احتیاجه، یا چه چیزایی نیازه، چه چیزایی کیفیت کارو میبره بالا. میدونی حالا اون اول بحث ما صحبت کردیم راجع به لوازم کمپ که یه قیمتی حالا میتونه داشته باشه و هزینه داره. اینه که خب قاعدتاً به عنوان یک انسان که ما میخوایم غذا بخوریم، حالا جایی بریم سرویس کاری انجام بدیم، یه سری چیزا نیازمونه، اما یه سری چیزا هم کیفیت میبره بالا دیگه. یعنی تو میتونی مثلا چای تو توی ظرف حالا کتری مسی آتیشی له درست بکنی، خیلی هم به نظر من میتونه خوشمزه باشه، آدم لذت ببره، چون اصلا شکلش مهم نیست. آره میتونه یه چیز خوشگل مثل این باشه که اینجاست، کیفیت کار رو میبره بالا، ولی آدم هم قضیه دور نمیکنه. حالا اون حرفی که گفتم آقای محسن زد دقیقاً بحث همین بود. بحث اینه که ما یه موقعهایی به خاطر تصور بر کیفیت اصلا نیاز یادمون میره. بذار من یک چیزی بهت بگم خیلی جالب. توی آخرین سفر کمپینگی که رفتم من گرفتگی عضلات کمر خیلی زیاد دارم، خیلی زیاد، و سرمم خیلی زود چرب میشه. بعد توی این سفر کمپینگی که رفتم خب ما داخل چادر خوابیدیم دیگه، ذره‌ای من گرفتگی نداشتم، حتی یک ذره، و سر من ذره چرب نشد. بعضیا حساسیت روی جای خواب دارن، نمیدونم، بعد سرمو هر روز صبح بشورم. ولی هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد. من شامپو با خودم برده بودم که هر روز سرمو بتونم بشورم، ولی خودم یک بار استفاده کردم کلا. به نظر دلیلش چیه؟ محیط، اون محیطی که داخلش بود، آب و هوا. ولی خب تقریبا جایی که خوابیدیم جای نرمی نبود، ولی نه گله‌ای بود نه سختی بود. یه موقعی من خودم این تجربه رو داشتم. توی مثلا جای من یعنی چادرمون جایی بودی که زیرمون پر از سنگ تیز، اصلا بدنه انگار داشته خورد میشده، مثلا ستون فقراتت کجه تو این حالت، ولی انقدر آب و هوا خوبه که تو صبح زود با انرژی بیدار میشی و روزتو شروع میکنی. آخرین سفری که رفتم هرمز بود، قشم هرمز قسمت. حالا یه سری موتور هستن که توک توکن اسمشون، تو رو میبرن جزیره رو میگردوننت و حالا میتونی باشون صحبت بکنی که جای کمپ هم برات مشخص بکنی. من به این بنده خدا گفتم که
ما حالا چون دوتا آقا بودیم گفتم که خیلی مهم نیست حالا جایی که میریم برامون شلوغ باشه که احساس امنیت داشته باشه، دوست داریم بکر باشه. فکرم نمیکنم جزیره هرمز جوری باشه که احساس ناامنی داشته باشی. جایی که رفت و ما رو حالا پیاده کرد، ما بودیم و یه 400-500 متر اونورتر یه گروه دیگه، کسی دیگه اونجا نبود. ولی توی همین فاصله، نمیگم حالا چیزی که میخوام بگم مقصر اون اشخاص بوده باشن، ولی میتونم بگم که بالای 200 کیلو ما آشغال جمع کردیم، حتی بیشتر، جایی که کسی نبود واقعا. و من سوالم اینه که چرا لباسی اونجا انقدر زیاد بود؟ لباسی روشون رو انداخته بودن داخل طبیعت. چرا؟ شاید یه بار مصرف بوده. نه یه بار مثلا هم شوخی لباسی می‌کنم. مردونه هم لباسی زنونه، مثلا واقعا دلیل نداره، میتونی بذاری داخل کیفت، کوله پشتی، هر چی که داری با خودت ببری بندازی سطل آشغال، به هر دلیلی که نمیخوای استفادهش خب کنی. چرا در میاری نمی‌پوشیدی؟ شاید کثیف بوده، شاید حالا تو دریا رفته بودن باش، شوره زده، هر چیز دیگه، دوست نداشتن بپوشنش، حالا یا هر چیز دیگه. ما ذهنم اول رفت به اون، نه به دریا. نه خب اونجا که با لباس بری داخل آب شوره میزنه، بعد آب شیرین به خودت داشته باشی که بتونی لباست خودت رو بشوری. خب اینا عادتا حوصله این کارو نداشتن دیگه، خب گفتن بندازیم بره. خب نباید هم چیکار بکنی. آره دیگه، خب صدم من آخه اون چون بدیهیه من راجبش حرف نمیزنم. آره من فکر من کنم هممون میدونیم نباید آشغال بریزیم طبیعت. آره ولی آشغالی که ما جمع کردیم خیلی عجیب بود. شیشه مشروب بود، خب اونجا قاچاق میکنن دیگه، خوردن انداختن. بابا نکن، خوردی انداختی، نشکنش حداقل شیشتو، که یکی اونجا دوست داره پا برهنه راه بره، تازه نگران این باشه که الان چیکار بکنن اونجا. آره من خودم بودن کسایی که مثلا شنیدم که تو شمال مثلا پاشون گرفته به شیشه جایی پاره شده. آره یه مقدار انتظارات واسه اون قسمت که خیلی گردشگری زیاده بیشتره، ولی خب شهرداری هم موظف نیست بیاد اون قسمت هایی که مخصوص کمپینگ رو که تمیز بکنه، که نهایت میاد اون شهر رو که شهریت داره رو تمیز میکنه. آره این مسئولش خود کسایی هن که میرن تو طبیعت دیگه. یعنی آقا مسئولیت پذیر باشید لطفا. یعنی آره مسئولیت کارهای خودتون رو قبول بکنید. اگر غذا میخورید حداقل ظرف خودتون رو ببرید تمیز بکنید، بشورید آشغالای خودتون رو. اگر آشغال از اونجا جمع نمی کنید ولی خودتون آشغال نریزید، یا آشغالای خودتون رو جمع بکنید بذارید ببرید. ببین ما در حد توانمون آشغال اون منطقه که خودمون بودیم و حداقل تا 500-600 متریمون رو یه جا جمع کردیم، حداقل پراکنده نبود دیگه، ولی بردنش خب ما وسیله نداشتیم که بتونیم ببریم. آره یه سری جاها هم هست خب وسیله‌هایی که حالا ماشینایی که میان واسه حمل زباله و اینا، نمیتونه آره قطعا نمیتونه. مثلا قایقی که باید بیاد واسه این کار. دیگه، فوقش هر نفری که میاد اونجا یه مقدارش رو به خودش بتونه ببره که این حجمش کمتر باشه. آره و میره داخل آب و تازه اکوسیستم رو به هم میزنه. دقیقا. اما لطفاً حالا اگر کسی گوش میده این ویدیو رو، مسئولیت کار خودتون رو قبول بکنید، مسئولیت زندگی خودتون، غذایی که درست میکنید. همین یه بخشی از کیفیت زندگی هم همینه. یعنی ما محیط اطرافمون یه محیط منظمی باشه، چون همه فکر میکنم از نظم لذت میبرن که هرچی سر جای خودش باشه. همه از آشغال و نمیدونم این چیزها ممکنه بیماری بگیرن. هیچ کسی از این موضوعات دور نیست و آره بعضی هم فکر آره میکنن مسئولیت آتیش پذیر. روشن کردن، حالا اون بطری آبشون که پلاستیکه رو میتونن بندازن داخل آتیش و تموم بشه، و تموم نمیشه. یه بخشیش جذب هوا میشه، ما بقیش همچنان آب شده اونجاست. نکنی. یه ذره جای آره میتونی فشردش بکنی بندازی داخل کیفت به خودت ببریش، حالا یا هر جای دیگه که دارین مناسب باشه. من پیشنهاد میکنم یه سری ویدیو داخل یوتیوب هست راجع به کمپینگ و این چیزا ببینید. هم خیلی آدم میتونه لذت ببره، هم خیلی چیز میتونه یاد بگیره. چون حالا ما خیلی از مسائل رو واقعا کسی نبوده بهمون یاد بده. جایی هم تو مراکز آموزشی یاد نگرفتیم، خودمون رفتیم دنبالش دیدیم، یاد گرفتیم. امیدواریم
حالا ویدیوهایی هم که قرار خودمون تولید کنیم یه بخشیش بتونه یه تأثیر مثبتی رو کسایی که گوش میدن و اول از همه رو خودمون. دقیقا. چون یه موقعی حرفایی که آدم میزنه بیشتر تئوری ایده است ولی یادش میره خودش استفاده بکنه و تو عمل به کار ببرتش. اما سعیمون کلا بر اینه که همه چیز بهتر بشه. اول از همه جامعه‌ای که داریم توی زندگی میکنیم جامعه خودمونی، یعنی من خودم، من نوعی، حالا هر کسی میتونه جامعه باشه، یه بخشی از جامعه، اطرافیان من، دوستای من، خانواده من، هممون یه بخشی از جامعه است. اگر جامعه رو مثلا میبینیم یه سری از چیزا مشکل داره، مثل همین چیزا که قابل کنترل ماست، یعنی تو دست خودمونه، روش کنترل داریم، مثل همین قضیه آشغال ریختن، خب اول از همه خودمون شروع کنیم دیگه. هر کسی از خودش شروع بکنه، یه نظمی بده، یه نظافتی بده، واقعا همه چیز دست به دست هم میده، میره به سمت بهبود. آره یه مسئله دیگه هم که هست، وارد هر محیطی میشین، چه حالا چند وقت پیش جنوب بود، هرمز بود که خاکشو برداشته بودن، من خاک نقره‌ای رو بهت نشون دادم داخل گوشی، آره. فکر کنم کامل تموم شده بود، در این حد برداشته بودن. این خب سالهای سال طول میشه که دوباره تولید بشه، وارد طبیعت بشه توسط خود طبیعت. خب حالا یه مقداری برگردوندن، ولی خب ببین اونجا پر از سنگای زیبایی که مثلا رنگای مختلف، چون خاک هرمز قرمز هست، نقره‌ای هست، رنگای مختلف هست. حالا این خاکا با هم دیگه فشرده شده، یه سنگ خیلی خوشگل به وجود آورده. واقعا دلم میخواست به خودم بیارم ولی نیاوردم، یه دونه هم نبود. به نظر من عکس بگیرید ازشون، عکس رو ببینید، لذت ببرید. زیاد آدم با خودش کلا آدما، اگر آدمایی باشین که خیلی جابجا بشید، یعنی فقط توی مکان نباشید، حتی قضیه، حالا چیزی که الان خیلی تو زندگی الانمون هست، قضیه کرایه نشین بودن خونه یا مغازه یا حالا هر چیزی، شما موقعی که جابجایی دارید و اساس کشی دارید، این موضوع یاد میگیرید کم کم که اصلا هیچ فایده‌ای براتون نداره و بیشتر اذیت کننده است اینکه چیزی با خودتون جمع بکنید. یعنی فقط آدم، من خودم الان تو این سالهای اخیر، حالا کسایی که دوست دارم میتونن برن سرچ بکنن ببینن، یه سری مدل زندگی‌هایی هست بهش میگن مدل زندگی مینیمالیست. خیلی همه چیز جمع و جور کوچیکه و صرفا فقط کاربردیه. یعنی من الان خونه خودم هیچ چیز دکوری ندارم و حتی همین الانش هم احساس میکنم یه سری چیزام هست بازم میتونم بدم این طرف و اون طرف یا اصلا نداشته باشمشون. یعنی اگر میشد ما اینجا خونه مبله بگیریم، حالا هست یه سری جا ولی خب چون قیمت رو فرق میکنه و اینا، من 100% رفتم خونه مبله. قطعا راحت تره، جابجایی آره. برات خیلی راحت تره، آره. لباسای خودت، وسایل خودت دیگه. و حالا بحث این بود که لب و چیزی از جایی میرید حالا اینجوری نیارید به عنوان دکور خونه یا جایی، نه واقعا هم اون محیط رو از بین میبرید به مرور. یعنی یه نفر شما اگر چه میدونم 1,000,000 مثل شما وجود داشته باشه، واقعا تاثیر میذاره رو محیط و اینکه به هیچ دردتون هم نمیخوره. یعنی بعداً میبینید که مثلا اون سنگ خیلی خوشگلی که شما آوردید از یه جایی، 1 هفته 1 ماه جذاب بوده، 2 ماه آدم اومده دیده، بعدش اصلا انداختیدش تو کشو یا گذاشتش بالای مثلا کمد، اصلا دیگه یادتون نیست. یا حتی خاک خود داخل یه بطری 300 سی سی یا پلاستیکی میریزید، نهایت استفاده کسی که حالا کارش این باشه اینه که توی چیزی که درست میکنه ازش استفاده کنه، که خیلی تعداد محدود میشه، بقیه میخوان چی کار بکنه، بعد آره از یه دیگه، ما مدت بریم دوباره خاک. میریزن. آره، ویدیو بگیرید، عکس بگیرید واسه خودتون، تو پیجتون ژورنال درست بکنید، تولید محتوا بکنید، لذتش هم شما میبرید هم بقیه که میبینن میبرید. احتیاج به فیزیکی بودنش واقعا نیست. آره حتی خیلی ها صدفهای خالی برمیدارن با خودشون میارن، صدفهایی که دیگه خود اون موجود داخلش نیست و فکر میکنن خب نیست دیگه، مرده تمام شده، به خودشون میارن، ولی این اکوسیستم یه موجود دیگه است. یه اسمشو دقیقا نمیدونم، شبیه خرچنگ، یه موقع ممکنه من اشتباه بگم نمیدونم، ولی میره داخل این خونه درست میکنه برای خودش. آها، دیدم داخل سری آره مستندا.
آره راست یعنی میگی. وقتی اینا رو با خودتون برمی‌دارید میارید، در واقع خونه این بندگان خدا رو شما از بین بردید. نه موضوع جذابی بود، بهش اشاره شد. ولی خلاصه حالا گفتیم که این ما ویدیوهای قبلی که ضبط کردیم بیشتر راجع به این بود که چی شد پادکست رو شروع کردیم. حالا این ویدیو هم داریم ضبط میکنیم، قاعدتا اینم باید تست بکنیم، اینم باید ادیت بکنیم ببینیم قابل انتشار هست یا نه. اگر قابل انتشار بود و گذاشتیم، امیدواریم که ویدیو رو ببندیم دیگه. آره دیگه. آره امیدواریم که لذت برده باشید، براتون کاربردی بوده باشه و هر نظری دارید برامون بگید داخل کامنت ها. هر ایده‌ای دارید، هر چیزی که فکر میکنید به بهتر شدن کمک میکنه، ما خوشحال میشیم بشنویم و استفاده کنیم. لایک کنید، بفرستید واسه دوستاتون و سابسکرایب هم که یادتون نره. اگرم ویدیو رو ندادیم باز با موضوعهای مختلف سعی میکنیم بیایم جلوتر، بریم به سمت بهبود و دمتون گرم دیگه. مرسی. مرسی، فعلا خداحافظ.